اگر خانمی تو رو دوست داره ولی بهت بی توجه بی محلی میکنه، بیا تا من یه کارهایی بگم که نری بهش التماس کنی. سلام به کانال راز رابطه سالم، خیلی هم خوش اومدید. من مرجان صادق ساده هستم، روانشناس هستم، روانشناس عمومی دارم، کوچ روابط عاطفی هستم و کوچ روابط جنسی هستم. بسیاری از مردها میگن یه خانم میدونم یه جوری از من خوششون میاد، ولی این خانم همش به من بی توجهی میکنه و هی من میرم التماسش میکنم. تو رو خدا چیکار کنم این خانم بیاد با من تو رابطه؟ من اینو دوستش دارم. اگر تو هم میخوای اینها رو بدونی تا آخر ویدیو همراهم باش. اول قدم اینه که خودتو دوست داشته باش، برای خودت ارزش قائل شو. یه کاری نکن که دختره همش تو رو به التماس وادار کنه. اگر خودت برای خودت ارزش قائل بشی، خودتو دوست داشته باشی، دخترم این اعتماد به نفس و این قدرت و این صلابت تو میبینه و به تو جذب میشه. دخترها از مردانی که سست عنصرن، همش اصرار میکنن، التماس میکنن، زنگ میزنن، پاپیچ میشن، خوششون نمیاد. از مردایی خوششون میاد که مغرور باشن و جذاب باشن و دور وایسن. هیچ وقت سعی نکن آویزون یک زنه باشی، همش تلاش کنی اون رو به دست بیاری. هر چقدر تلاش کنی اون زن از تو دور میشه، میره عاشق یک نفر میشه که اصلا محلش نمیذاره. دیدید که بعضی جاها یکی داره برای شما پرپر میزنه، اصلا تحویلش نمیگیری، ولی یکم میاد جلو، یکم میره عقب، بعد یکم تحویلت میگیره، یکم تحویلت نمیگیره و تو عاشق اون میشی. بس قبول کن کسایی که دور وایسن. ولی میری عاشق کسی میشی که هی نزدیکت میاد، هی دور میشه و جذاب، قدرتمند، پرسلامت، کلمات رو بلده، زنشناسی رو بلده، عواطف رو بلده و تو میری جذب کسی میشی که یکم مغروره و قدرتمنده. ولی اونی که همش بهت التماس میکنه به چشمت نمیاد. اونی که به خودش ارزش قائل نیست برای تو هم ارزش نداره. پس اصرار نکنید، آویزون زن نشید. سطح خودتو ببر بالا. خب سعی کن متخصص توی زمینه باشید، در رشته‌ات متخصص باشی. اگر گیتاری میزنی در اون رشته متخصص باشی. سعی کنی که یک حرفی برای گفتن داشته باشی، یک پسری باشی که هدفمند باشی. دخترها از پسری که هدف ندارن خوششون نمیاد. دوست دارن که کسی باشه که قشنگ شغلشو داشته باشه، رشتهشو انتخاب کرده باشه، درسشو خونده باشه یا مشغول تحصیل باشه و دستش هم بره تو جیب خودش. اگر هدفمند نیستی و دارای به قول معروف صاحب صنعتی نیستی که بیای حرف بزنی بگی آقا من این کارم، اصلا سعی کن این دختر رو جذب خودت نکنی، چون جذب نمیشه. همیشه دختران جذب آدم‌هایی میشن که قدرتمند، موفق هست و حرفی برای گفتن داره. دنبال این نباش که یک زن بیا تو رو تایید کنه. خب اگر اومد تو زندگی که خدا رو شد موفق باشید، ولی اگر دیدین دلش نمیخواد، دوستت داره ولی خب یه سری امکاناتو نداری، مثلا دوستت داره، از قیافت خوشش میاد، شاید از حرف زدنت، اخلاقت، ولی خب شاید امکانات مالی نداشته باشی یا شغل نداشته باشی یا یه چیزی داشته باشی که اون یکی ها رو نداشته باشی، برای همین دوستت داره ولی میگه که منطقی فکر میکنه، میگه من معیارم اینا هست، این اینا رو داره ولی اینا رو نداره، پس من به این محلی میکنم. اگر دیدی بی محلی کرد به خاطر اون چیزهایی که نداری، سعی کن اونا رو به دست بیاری. اگر دختره برات مهمه سعی کن به دستش بیاری. اگر شغل، دانشگاه، ماشین، سعی کن. ولی اگر نتونستی، خب دختر رو باید بیخیال شی. نباید بذاری که زیر پاش له بشی، نذاری که شخصیت تو زیر سوال ببره. این کار باعث میشه که اعتماد به نفس تو از دست بدی، ضعیف بشی و باعث بشه که تاثیرات منفی تو روحیت داشته باشه. از قدیم الایام گفتن که برای کسی تب کن که برات تب کنه. پس دنبال کسی نباش که دوستت نداره، به خاطر یه سری امکاناتی که نداری تو رو ول کرده. پس تو هم ولش کن، برو دنبال کسی که دوستت داشته باشه، با همین شرایط تو رو بخواد. سعی کن دوست خودت رو زیاد به دختره مشخص نکن. وقتی خودتو عاشق و مرده نشون میدی و میفهمی که چقدر دوستش داری و حتی حاضر نیستی به هیچ بهانه‌ای ولش کنی، اون به طرف تو نمیاد و سعی میکنه تو رو خورد کنه، سعی میکنه اذیتت کنه. هیچ وقت نذارید خانومه بفهمه که این همه عاشق هستید. اگر بفهمه، درصد اینکه اون رو به دست بیارید خیلی کمه. اگرم به دست بیارید، همیشه شما رو اذیت
اذیت میکنه، له میکنه به خاطر عشقتون، به خاطر ارزشی که بهش قائل هستید. پس نذارید دختره زیاد بفهمه که دوستش دارید. دختره میگه همش پیگیرمه، هی به من میگه زنگ نمیزنی، اس ام اس نمیزنی، لایک هم نمیکنی، استوریم نمیکنی، برای آقای اکبری چای بردی برای من نیاوردی، همش پاپیچ من میشه، آویزون من میشه. به همین دلیل ازش خسته شدم، اصلا نمیخوام ببینمش. منم به پسره میگم یکم دور وایسا، یه نفسی بکش، به خودت بیا، اصلا ببین اصلا این مال تو هست، اصلا کیس تو هست، اصلا واقعا دوستش داری، اون چیزایی که تو میخوایی رو داره. بعد میگه آره داره، همش فقط به فکر اینه که اونو به دست بیاره. میگم دور وایسا، نفس بکش، بذار اینم یکم تنها بمونه، برگرده بگه آقای اکبری نیستش. اگر برگرده پرسجو کنه، بهش زنگ بزنه، سراغ تو بگیره، یعنی یه گوشه هایی از دلش برات تاپ میزنه. نه اگر واقعا هیچ وقت سراغ تو نگرفت، تو هم هیچ وقت سراغشو نگیر، چون واقعا دوست نداره. کسی که دوست نداره چیکار میخواد؟ اگرم بیاد وارد رابطه بشه 2 روز 3 روز بعد تو رو ول میکنه. پس همون نقطه اول آسیب رو علامت بذار، نذار که آسیب ببینی. اگر تا اینجا با من بودید، دوستای خوب من بودید، منو لایک و سابسکرایب و کامنت و خبررسانی بفرمایید و زنگوله من رو حتما بزنید تا یوتیوب بتونه ویدیوهای بیشتری رو از من به شما نشون بده و همدیگه رو گم نکنید. قرار نیست که یه خانم که این همه بهت بهانه میده، این همه بهش فضا بدی تا بیا تو رو له کنه، اذیتت کنه، با احساساتت بازی کنه، با عشقت بازی کنه. پس خودتو دوست داشته باش، کنار بکش و یکم نفسی تازه کن. اگر میخوای واقعا مال تو باشه، یکم باید دور وایسی و اون رو اصلا امتحان کنی ببینی واقعا میخواد یا نه. اینقدر خودتو روزها خسته کن که شبا زود بری بخوابی تا بهش فکر نکنی، بهش اس ام اس نزنی. سعی کن برو باشگاه، برو کتاب بخون، برو پروژه جدید بردار، واحد بیشتر وردار، خودتو مشغول کن تا یکم ذهنت درگیر روزمرگی بشه، یکم به این خانومه کم فکر کن. با هر کسی وارد رابطه نشد، چه آقا باشه چه خانم باشه، شاید واقعا به صلاح شما نیست. اگر دید واقعا آدم‌های سمی هستن، اونها رو خط بزنید و کنار بذارید. اصرار به رابطه نکنید، شاید خدا صلاح شما رو تو این دیده. بعضی وقتا اصرارهای بیجای ما باعث میشه که کار خراب بشه. سعی کن آدمی رو انتخاب کنی که همکف تو باشه. مثلا خانم اینجا نباشه تو اینجا باشی، اینجا اذیت میشی. از قدیم گفتن کبوتر با کبوتر باز با تو اگر امکاناتت کمه در این حد، همین حد رو انتخاب کن. نه یا برو از اینجا دختر بپسند و بخوای باهاش ازدواج کنی، دوست بشی، نه اونم بخواد بیاد رابطه پایداری نخواهد بود. همکف خودت رو انتخاب کن تا اذیت نشی، له نشی و شکست نخورید. هیچ وقت منتظر تایید یک زن، یک مرد یا اطرافیان نباشید. خب وقتی کسی شما رو تایید نکرد، نشونه این نیست که تو آدم بدی هستی، آدم موفقی نیستی، آدم زشتی هستی. اگر مورد تایید این نبودی، حتما مورد تایید آدم‌های دیگه خواهی بود. برو دنبال کسی باش که تو رو بپسنده، تو رو دوست داشته باشه. نذار که عشق یک طرفه باشه و نذار که به خاطر نداشتن خیلی چیزها تو رو طرد کنه، له کنه. بنابراین برو سفر، برو دور همی، برو همه جا محافل او اجتماعی شرکت کن، با آدم‌های جدید آشنا شو. نمیگم برو دوست شو، بیا یعنی آشنا شو، یکم تجربه کسب کن، مهارت کسب کن، ببین اصلا زن‌ها چجوری هستن، زن رو بشناس، روابط عاطفی رو بشناس. بعد که فکر کن آیا واقعا انتخابت درست بوده. شاید تو اصلا زیاد تو رابطه نبودی، تو اجتماع نبودی، فقط این زن رو دیدی و گفتی آره دیگه این همش، دیگه هیچکی بهتر از این پیدا نمیشه. ولی اگر روابط اجتماعی تو بیشتر کنی، میفهمی که آدم‌های خوب دیگه هم تو زندگی میتونی پیدا کنی. اون خانم انقدر بهش فکر میکنی ملکه ذهنت میشه و هر چقدر هم قدرتمند باشی، با اعتماد به نفس باشی، تغییر کنی، خانم هم این تغییرات رو میبینه، ناخودآگاه نظرش بهت جذب میشه و حتما میاد سراغت. ورزش یادتون نره، از غذاهای مفید استفاده کن، از لباسهایی که بهت میاد و رنگ هایی که دختران دوست دارن و جذبشون میشن. تیپ جدیدی رو استفاده کن، کلا خودتو تغییر بده چنان که اصلا تو رو دید نشناسه، چون اون تیپ و شخصیتی که الان تو داری رو نپسندیده. پس باید خودتو تغییر بدی و هر آنچه را که اون دوست داره رو باید سعی کنی که همون باشی. الان اون به هر دلیلی نپسندیده، تو دنبال اون دلیله باش و اون رو رفت. نتونستی یه چیز ذاتی رو خوشش نمیاد، مثلا میگه از قیافت خوشم نمیاد یا قدت کوتاهه، خب تو یه کاری از دستت بر نمیاد، همینه که هست دیگه. شما هم زیاد سخت نگیر،
بذار اونم دنبال اون کیسی باشه که دوست داره. خب حقم داره دیگه، همه حق داریم و حق انتخاب داریم. اونم دوست داره اون کیسی رو که دوست داره داشته باشه. پس اصرار بی اصرار. عزیزان گرامی، یک سوال داشتم. تا اینجا اومدید با من همراه بودید، ممنون از نگاه قشنگتون. این که چی میشه که دخترانی که دوستتون دارن ولی بهتون بی‌محلی میکنن، بهتون توجه نمیکنن، به نظرتون بریم اونا رو التماسشون کنیم؟ چیکار کنیم؟ یا اینکه آقایونی که ما رو دوست دارن چی کار کنیم اگر بهمون اعتنایی نکردن، نیومدن پیشنهاد بدن؟ نظر خودتون رو تو کامنت ها برام بنویسید و اینکه سابسکرایب، لایک و کامنت و هم رسانید یادتون نره و این کانال هم مثل کانال روانشناسی رابطه ببرید بالا و حمایتم کنید. اون کانال هم ساب کنید، ممنون میشم. کانال روانشناسی رابطه و یوتیوب 2 تا از ویدیوهای منو نشون میده، خوشحال میشم اونها رو نگاه کنید تا آخر. بعد برام کامنت بذار، خوشحال میشم کامنت تو ببینم و ازتون خداحافظی نمی‌کنم چون دوستای خوب من هستین دیگه. منو که تنها نمیذارید. مانا باشید.